سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ بچه ها امروز 27 فروردین 1404 هستش و من بعد کلی کلنجار رفتن که چیکار کنم چیکار نکنم اونا الان دیگه تصمیم گرفتم و زدم به سیم آخر. گفتم من باید دیگه الان هر طور شده یک کلیپ بذارم توی یوتیوب. کلیپم میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. میدونم که الان مثلا سایه افتاده توی این دفتر من، نورم بده و امکانات اصلا هیچی ندارم، ولی نمیدونم دیگه. جهنم من شروع کردم. خب میخوام بگم شما هم شروع بکنید دیگه. دل نکنید، دست نکنید، ویدیوهاتون رو بذارین، کلیپاتون رو بذارین، بریم جلو. بچه من کانالم در مورد آموزش یوتیوب هستش. میخوام تا اونجایی که میتونم به زبان ساده، حالا هر طوری که بلدم و به ذهنم میرسه، یوتیوب رو آموزش بدم. شما هم بیاین وسط، چون از همه شنیدم که پول توشه. خب و خیلی هم به این پول رسیدن. بیایم ما هم بریم برسیم دیگه. با این اوضاع اقتصادی که ایران داره، این صحبت ها با هم دیگه بریم جلو. انشالله که به درآمد هم ما میرسیم. بعد من یک چیزی هم بگم بچه ها. مثلا من اولش وقتی میخواستم بیام جلو میگفتم نه من نمیتونم، من برم جلو، من کلیپ بسازم، مگه من میتونم، مگه من مال این حرفام امکان نداره بابا، مگه من از پس این کارا برمیام. ولی بعد نمیدونم چجور شد به این فکر رسیدم که مثلا با خودم گفتم ببین ما یه خواننده هایی داریم مثل ماین، یه خواننده هایی داریم مثل هایده، مهستی، لیلا فرو، هر چقدر خواننده های بزرگی ما داریم. خب بعد فکر کن کسایی که همزمان با اینا یا بعد از اینا اومدن سر کار. وقتی یه آدم همچین خواننده هایی رو میبینه با خودش فکر میکنه خب من چجوری دیگه بیام سر کار وقتی اینا هستم، مگه منم میتونم اسم برای خودم درست کنم، اسم رسمی درست کنم وقتی اینا هستن. ولی مثلا شما یه خواننده میبینید مثل تتلو، خب یا مثلا همین آرش، با یه سبک کلا متفاوت اومدن وسط. خب و کلا متضاده. بچه متفاوت بودنشو کار ندارم، متضاد. یعنی مثلا شما نگاه کنید هایده و خواننده های قدیمی سبکشون به سنگین بودن و ثقیل بودن معروفه، ولی یک کسی مثل آرش میاد بیرون یه آهنگی میده میگه گوگلی مگولی. خب گوگلی مگولی. اصلا من خودم وقتی اینا آهنگ اومد بیرون خیلی سنم کم بود. بعد با خودم فکر میکردم که وای این چجور روش شد این آهنگو خون، چجور میتونه بره اجرا بکنه، خاک تو سرم کنم. وای خدایا مگه میشه، چه روی داشته ها. اما این آهنگ اومد و خیلی طرفدار پیدا کرد و آرشم که میدید اصلا یه خواننده بین المللی و جهانی. و حتی من توی یکی از کلیپا دیدم با این مرده کیه، بلادی، ببخشید پوتین، آره بلادی پوتین اسمش، بلادیه. خلاصه با اون مثلا اون اومده بود تو کنسرتش و این حرفا. حالا کار ندارم، میگم شما هم شروع کنید، من که شروع کردم شما هم شروع کنید، بیاید همدیگه رو حمایت بکنیم. و اینکه من میخوام بگم که من هرچی بلد باشم بهتون یاد میدم به زبان ساده و تمام تلاشمو میکنم که با قلب صاف بیام جلو. چون یکی از خیلی من کلیپ دیدم توی این مدت در مورد آموزش یوتیوب و نمیدونم این حرفا، ولی به نظر من یکی از بزرگترین چیزایی که باعث میشه سابسکرایباتون بالا بره و فالوور جذب کنید و مردم بیفتن دنبالتون، این که با قلب پاک و صاف بیاین وسط. یعنی طرف میبینی همون حرفای نفر قبلی رو تکرار میکنه اما قلبت میره وراش. اصلا دوست داری فقط فیلماشو ببینی. وقتی فیلماشو میبینی آرامش میگیری. من یه سری از این کسایی که تو این کارا بودن وقتی میدیدمشون اصلا میگفتم من دیگه تو این خط نمیام، تو خط یوتیوب و این حرفا. ولی یه سری اینقدر با آرامش صحبت میکردن، انگار وجود اون به قلب من آرامش میداد. من باش احساس خیلی خوبی داشتم و فقط کلیپ های اونا رو نگاه میکردم. میخوام بگم که شما هم وقتی میایین وسط، یکی از بزرگترین چیزهایی که میخواین وسط بذارین قلب و توکل به خدا باشه. خیلی تاثیر داره. و بعدم بقیه چیزهایی که حالا علمیان و روند کار و این صحبت ها که شنیدم قضیه رو، من اومدم شما هم بیاین
و بریم جلو. اینم بگم بچه من اصلا نگاه کنید الان سایه دستم میبینید چقدر اینجا نورش افتضاحه، اصلا ببینید کجام رو قالی نشستم چه وضعی و این صحبت ها، ولی اومدم وسط هیچ امکانات ندارم با همه کم کسری ها و خوب و بد و گفتم من میام وسط رو شروع میکنم. هیچی هم ندارم، فقط این دفتره رو دارم، خیلی این دفتره رو دوستش دارم و عاشقشم خیلی. میخوام بگم که شما هم با هر امکاناتی که هست بیایم وسط رو شروع کنید. میبینمتون تو کلیپ های بعدی، میخوام هفته یک کلیپ بذارم، شما هم بیایم.